سلام، خیلی خوش اومدید به قسمت 5 ولاگ سفر من از لندن به ایران و برگشتش. من توی این جاده 6 ساعت و نیم به کوب رانندگی کردم تا رسیدم به مازندران. توی این ولاگ من یه سری به دریای زیبای خزر زدم و بعدش با لندروورم رفتم آفرود. ایشونم خانم وینترن، پاژن من. این توشه صندلی برقی، پاژن 6 سیلندر. اسمش رو گذاشتیم وینتر، فکر کنم گفتم یه جایی تو ویدیوها، نمیدونم. خلاصه پلاکشو من فعلا میخوام نیفته، نمیدونم چرا، ولی افتاد. دیگه ببینید دیگه. من شالیزار تازه نشا شده. شمال الان تو این فصل عالی هواش. بعد از یکم آفرود کردن و دیدن شالیزارای خوشگل مازندران، دیگه وقت این بود که با مامان و بابام بیام لب دریای بابلسر و یه سلامی هم به دریای خزر عرض کنم. از قضا دمای آب هم خیلی خوب بود که باعث شد من نتونم جلوی خودم رو بگیرم و برم توی آب و حسابی لباسام خیس شه. این شکلی موش آب کشیده شدم، اما عوضش خوشحال بودم. بعدش اومدیم اینجا یه کمی استراحت کردیم، بابلسر رو از بالا دیدیم و حاضر شدیم واسه شب که بریم پارتی. مرسی از پویان منتظر به پیچ جاده، به هره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهل من از با تو بودم. بچه ها سلام، روز بخیر. من تو پاژن نشستم، ماشین آفرودمون تو ایران، و میخوام ببرمتون به یکی از جنگل مازندران. منتظرم بچه ها برسن که راه بیافتیم. با من همراه باشید. بچه ها این سری که من رفتم ایران اولین باری بود که خودم ماشین آفرود میروندم، واسه همین تک تک این حرکت های ماشین واسه هم چیز خفنیه. آبشار از وسط جاده رد میشه.
طرف جنگل. امیدوارم حسابی از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ولاگ بعدی من سفر برگشتم از ایران به لندن و قسمت آخر این سری ویدیوها خواهد بود. پس حتما با من همراه باشید و از دستش ندید.